پس از 5 سالی تلاش مادری تاجیک به دیدار فرزندش رسید. ماه اکتبر سال 2017 این کودک در ایرکوتسک تولد شد. مادر پول تولدخانه را دادن نتوانست و کودک را آنجا نگاه داشتند. مقامات پرستاری ایرکوتسک این طفل تاجیک را به فرزندخانه یک عائله بی فرزندی بوریت دادند. زنی تاجیک و شوهر او همان سال امکان یافتند و برای بازگردانی کودک تلاش کردند. هرچند مقامات فرزندخانه کودک را غیر قانونی دانستند و بازگردانی او را به مادر تاجیکش طلب کردند، مشکل با این حل نشده است. هرچند مقامات فرزندخانه کودک را غیر قانونی دانستند و او را به مادر تاجیکش برگردانیدند، ظاهراً مشکل حل نشده است. مادر نمیتواند به کودکش به تاجیکستان برگردد. خانواده‌ای که 5 سال در تربیت آن بود به مقامات بالایی شکایت کردند. تا حال این بحث‌ها راهی مادر و کودک به تاجیکستان بسته است. پدر و مادر بوریتی کودک پای فشاری دارند که صاحب قانونی کودک هستند و او را لحظه ای از تولدخانه گرفتند که مادر تاجیکش از بهرش گذشته بود. ادوکات مادر تاجیک میگوید هیچ سندی وجود ندارد که مادر از بهر طفلش گذشته باشد. پایان کار همین می شود که کودک با مادرش می ماند. هیچ یک دادگاه قراری دیگری قبول نمی کند. در مطبوعات ما خبرها کمی تحریف شدند. برای همین به نظر من کمی وقت می گذرد و همه چیز باز درست می شود. ولی مادر با کودکش در تاجیکستان خواهد بود. جامعه بوریت ها کنسولگری و جمعیت تاجیکان در ایرکوتسک را زیر فشار قرار دادند. آنها علیشیر شیرینوف رهبر جمعیت تاجیکان را به آن ایبدار میکنند که کودک را با زور از آنها گرفته است. شیرینوف گفت تنها بر اساس قانون به مادر تاجیک کمک کرده است. پایان ماجرا معلوم نیست، ولی مقامات میگویند کودک با مادر تاجیک حالا در روسیه در جای امن است. کنسولگری به این خانواده کمک حقوقی میرسانند. که بازگشتن آنها به تاجیکستان معلوم نیست.